امروز از اولانچاپ به سمت هوهوت راه افتادم. حدود 2 ساعت مسیر داشتم و بیشتر راه از آزادراه میگذشت. در مسیر هم موتورسوارهای زیادی دیدم که حال هوای جاده را جذاب‌تر کرده بود. بعد از رسیدن به هوهوت مستقیم رفتم هتل، وسایل را گذاشتم و بدون استراحت راهی یکی از معروف‌ترین معبدهای شهر شدم. ورودی معبد را تهیه کردم و وارد فضای آرام و معنوی او شدم. معماری معبد واقعا چشم‌نواز بود. در حیاط معبد دیگی قرار داشت که داخلش پر از سکه‌های آرزو بود. معماری معبد واقعا چشم‌نواز بود، از سقف‌های رنگارنگ گرفته تا مجسمه‌های باشکوه داخل مجموعه. چرخ‌های دعا هم مدام توسط بازدیدکنندگان چرخانده می‌شدند. چیزی که بیشتر از همه توجهم را جلب کرد دختر بچه‌ای بود که با تمرکز و خلوص خاص دعا می‌کرد. من هم سشم روشن کردم و چند دقیقه‌ای از فضای آرام معبد لذت بردم. بیرون معبد حال هوای متفاوتی جریان داشت. خیلی ها لباسهای سنتی محلی پوشیده بودند و برای عکس گرفتن آماده بودند. حتی مغازه‌هایی برای اجاره لباسهای سنتی وجود داشت. گروهی از افراد مسن هم کنار معبد برنامه نمایشی اجرا می‌کردند که فضای خیلی زنده و جالبی به محیط داده بود. بعد گشت و گذار در معبد، بیرون معبد غذاهای محلی هم حسابی جلب توجه می‌کردند، از کباب‌های بزرگ روسیخ گرفته تا غذاهای سنتی، پاچه‌های گوسفند که کمتر جای دیگه میشه دید. کم کم هوا تاریک شد و چراغ‌های شهر روشن شدند. بعد از یک روز پر از تجربه‌های جدید به هتل برگشتم و درست قبل از پایان روز آتشبازی زیبایی را تماشا کردم. این هم پایان روز من در هوهوت.